دوستای خوب مهربان سلام، امیدوارم که در هر گوشه دنیا که هستید جور صحتمند باشید. امروز میخوایم کم آرد بسراغ آماده کنیم. اینجا 1 گیلاس روغن است که گرم شده، 1 گیلاس شیر است که گرم شده، دیگه نمک است، شوگر یا بوره است، 3 دانه تخم است، خمیر مایه یا سودر است، دنیزی چینک که دور است، اینجا آبی گرم است. خود دوستا اول کسته تخم مرغ را اضافه منم، 3 دانه تخم اضافه منم. بعد از او خوب میکس منم با هم. اینجالی نمک به قدر ضرورت استفاده منم که زیاد نشنه، نمکی نه زیاد، از او پس به قدر ضرورت بوره استفاده نم. کمیش زیادتر استفاده نم که شیرین با اینال روغن استفاده منم، شیر استفاده منم. همهش با هم خوب میکس منم. اینجالی به قدر ضرورت آب اضافه منم. خوب مالش میدیم که آرد بسراغ خود خوب جور کنه، آمادهش نه. دوستای نازنین، شما از مرد بهتر و خوبتر شاید آرد بسراغ آماده کنین، جور کنین، ولی ما هم آرد بسراغ را که جور منم میخوایم قدر شما شیر کنم. بعضی کسا کسته پودر ایل و زیرم استفاده مونه، ولی ما خوشنط رو اضافه نکدم. اما قسمی که شما بشنید آرد بسراغ آماده شد، جور شد، ولی را سر شما کم کنم در جای گرم بلوم که خوب خمریش. این دوستا آرد بسراغ خمریش ده، آمادهش ده. میخواهیم که در زولک شروع کنم. این دوستای خوب زولک دوم اینه قدر زوله شد. اینالی بلش پلاستیک آورنم، میلوم 1 لحظه که زوله خود خوب نرم کنه. تشکر از دوستایی که ویدیوی از ما رسایل منه، دربارش نظر میدیا، کامنت میدیا، لایک منه، سابسکرایب منه، یک جهان سپاس. اره دوستا در این دیگ کسته کم روغنش دوم که گرم باید. خود دوستا همون قسمی که شما میگرنید زوله بسراغ خوب آمادهش تا نرم شده. اینال ما توسط انزی چوب گاز کسته میخوایم بسراغ جور کنم، راست کنم. اینا در جور منم بخیره. یالی ای زولهشی رش شد، جور شد. اینالی ای را ای طرف میلوم، دیگه زوله را در راست منم، آماده منم. خوب دوستا همون قسمی که شما بشنید ولی انزی چولی راست منم، بخاطر که این خوب نقش نگاری ما یا خوب چاپش مفته، خوب شما یا بسراغ شی. اره دوستا کمی بلیزی چولی راست کدون سخته، ولی بخاطر که نقش نگاری باید خوب چاپش بفته ما ولی ازی راست کدون از خاطر. اره دوستای خوب اینالی بسراغار در بین روغن میندازنم که خوب سرخش نه، زیرشم آتش کمش دوم که یک طرفش خوب نرمال سرخش نه. اینال دیگه طرفشی توبلجی منی که خوب از قد خوب سرخش نه، ملیک خوب بسراغا خود زرد کنه. اینالی از بین روغن میکشی بخیره، آماده شد دیگه. این دوستای خوب و مهربان، اما قسم که شما بشنید بسراغ پختش ده، آمادهش ده. خود دوستای عزیز تشکر که تا این لحظه قد از ما بودین. امیدواریم که خسته نشده باشین. از دوستا خواهش منم هر دوستی که ویدیو رسایل منه لایک، سابسکرایب، کامنت های مقبول از یاد چیم نره دوستا، به خاطر که نظر و پیشنهادات شما برای از ما ارزشمند و مفید است. خود دوستای خوب تا ویدیوی بعد خدا حافظ. در پناه خداوند باشید. خدا یار نگهدار شما. خدا حافظ.